از کجا بفهمیم یه فرد بلوغ عاطفی داره یا نه؟ منتظر یه موقعیت تنش‌زا باش، بشونش روبروت و آروم بدون هیچ سرزنش و اتهامی بهش بگو چطور رفتارش بهت آسیب زده و بعد با دقت بهش نگاه. اگر به بلوغ عاطفی رسیده باشه آروم میمونه، کنجکاوانه تا تهش میشنوه و سعی داره دلیل اصلی احساساتش رو درک کنه. اگر به بلوغ عاطفی نرسیده باشه سریعا موضع دفاعی میگیره. اگر برونگرا باشه داد میزنه، پرخاش میکنه و سعی میکنه گذشته رو پیش بکشه تا توپو بندازه تو زمینتون. و اگر درونگرا باشه قهر میکنه، تو لاک دفاعی خودش فرو میره. و دلیل اصلیش اینه که میخواد خواسته های تو رو بی اساس و غیر منطقی جلوه بده. جالب بود.